طلا و دلار بخریم یا ملک بخریم؟ مشکل طلا و دلار اینه که نقدشوندگیشون خیلی بالاست و همیشه قدرت نقدشوندگی بالا هم مزیت محسوب نمیشه. مثال میزنم براتون، شما این ملکی رو میخواین 10 میلیارد تومان نگهش میدارید، به زمانی که میخواین بفروشینش شاید 1 ماه 2 ماه 3 ماه و چند ماه زمان ببره که بخواین اون ملک رو بفروشید. ولی یه زمانی هستش که ما دلار یا طلا داریم، هر روز وسوسه میشیم که بریم طلامون رو بفروشیم ماشین عوض کنیم، دلارمون رو بدیم مبل خونه‌مون رو عوض کنیم و هر روز چیزای غیر ضروری بخریم. پس قدرت نقدشوندگی همین دلار و طلا خودش میتونه مشکل بزرگ باشه و یکی از دلایل این که خیلی‌ها به ملک علاقه دارن اینه که قدرت نقدشوندگیش مثل دلار و طلا بالا نیست. پس در نتیجه ملک تو رو نگه میداره، ولی دلار و طلا هر لحظه ممکنه شیطون وسوسه‌ت کنه و سرمایه‌ت از دست بدی. یادت باشه ملک تنها چیزیه که آینده‌تو تضمین میکنه.